این یکی دومی میریم چیکار میکنیم؟ دقیقا همین عبارتی که داخلش رو مینویسیم. البته یه رادیکال اول میذاریم. حالا گفته 5/4 یه پرانتز میذاریم A2 به اضافه 2 A. اینم هست. خب 5 رو گفتم صورته میشه توانش میاد اینجا. 4 مخرج میشه جذرش، جمع و فرجش که خورده 4ش بد شد. 4 هم میشه فرجش. اینجوری که میتونیم 5 حالا با 4 حل بزنیم، رو گونهش کاری نداره، ساده سازی رو نیاز نداره. همونجا بریم اوکی. اینم جواب خودش میگه چون مخرج هزینه است. اینجوری رفت. توضیحش خیلی قشنگ نبوده ولی خب من توضیحش دادم. همینجوری اگه حل کنیم خیلی راحت میتونیم به سوال جواب بدیم. بعد واسه این چون جفتشون جذر 8 هستش میتونی فاکتور بگیری دیگه، خیلی راحت بنویس. بعد چون 3 به جذر 8 نمیرسه، چون 3 نمیتونیم بگیم رادیکال جذر 8 رادیکال 3، چون اینجوری نمیتونیم بگیم باید به 3 یک توان 8 بدیم. به 3 که توان 8 بدی اون وقت میشه بیاری زیر رادیکال، که بیاری زیر رادیکال قشنگ با اینا کنار هم بذاری که بشه مثلا اینجوری. خب گفته چی؟ گفته مقدار عددی عبارت جبری زیر به ازای x های 2 و y های منفی 1 به دست آمده. خب خیلی راحته، به جای x 2 میذاری، به جای y منفی 1 میذاری. انا به جای x 2 بذاری ذهنی هم میشه، به جای x 2 بذاری میشه 2 تا 4 منهای انا دیگه. به جای x 2 بذاری اینجا هست 2 به توان 2 ضرب داره، به جای y بذار منفی 1. رنگ عوض کنم قاطی نشه. خب به جای y بذار منفی میشه 2 به توان 2 ضرب در منفی 1 منهای علامت منهاشو میذاری، منهای 3 رو دوباره میذاری سر جاش، x به جاش 2 میذاری، y به جاش منفی 1 میذاری. خب 2 به توان 2 میشه 4 ضرب منفی 1 میشه منفی 4. این است منهای. حالا منهاش بهتون میگم چی شد. 3 تا 6 ضرب منفی 1 میشه منفی 6. درست اینجا جواب میشه منفی 6. منفی 6 باید ضرب این منفی بشه که میشه مثبت 6. برام شده مثبت 6 که در نهایت میشه 2. اینم از این. میخوام یه بار دیگه توضیح بدم. خب این خیلی سوال راحتیه. وقتی به ما y رو داده منفی 1، x هم داده به ما 2. خب y منفی 1 یعنی هر جا که y دیدی بذار منفی 1، هر جا که y دیدی تو اصلا منفی 1 ببینی. y اصلا نداریم ما، منفی 1 y منفی 1. هر جا که x دیدی هم بذار 2، ولی توانش رو خط نزنی یا توانش رو باید بنویسی، میشه 2 به توان 2. اینجا بذاری 2 چون توان نداره. اینجا هم بذاری منفی 1. بعد اگه ضرب بود ضرب میکنه، اگه جمع و تفریق بود جمع و تفریق میکنه و در نهایت به جواب میرسه. خب بریم سوال بعدیش. درجه عبارت میشه بزرگترین توان اون عبارت، مجهولی که اون عبارت داره میشه درجه عبارت. اینجا 4 پس میشه درجه 4. اینجا نمیدونم اینجا گفته 5. حالا میدونی چرا؟ چون این دو تا درجه 2 و 3 با هم جمع کنیم میشه اینجا 5. برای بزرگترین درجهش میشه 5. بزرگترین درجه‌ای که یک عبارت یعنی جمع و تفریق نباشه، فقط با هم ضرب باشن، مثل این که مثلا ضرب شده، مثل x y که تو هم ضرب شدن، این تواناشون تو باید جمع کنی. بزرگترین درجه اون عبارت 2 به اضافه 3 میشه 5. اینجا مثلا 1، اینم 1 میشه 2 که خب این نیست. 2 این 1 میشه 3 خب این نیست. این 2 به اضافه 3 میشه 5 میشه توان درجه 5. منظور خب ما یه قانون داریم. وقتی که درجه های چند جمله‌ای ها یکسان باشه میگیم اون چند جمله با هم متشابهن. خب این درجهش الان 2 درسته، درجه این که 3. اوکی، درجه این 2. خب این درجهش 2، اینم 2، پس با هم دو تا متشابهن. این درجهش 4، اینم درجهش 4، پس این دو تا با هم متشابهن. اینم که هیچ کدوم باش متشابه نبود. هر جا درجهش مساوی بود با هم متشابهن. خیلی راحته دیگه. هر جا 2 بود متشابه، 3 بود این 3 این یکی یادتون نشه، 3 به اضافه 1 میشه 4، اینم یکی اینجا 3 به اضافه 1 میشه 4، اینم درجهش 4 اینم 4، پس با هم متشابه.
خب میگیم چی؟ گفته که بیان این عبارت جبری رو ساده کنید. خب این خیلی راحته چون بینشون علامت ضرب هم نیست، یه خیلی راحت میشه جمع تفریق بشه و ساده کرد. مثبت، وقتی مثبت علامت داخل پرانتز هیچ تغییری نمیکنه، پس دقیقاً همون می‌نویسیم پرانتزها رو برمی‌داره. میشه 4x 2y منهای 2x 2y منهای y t به اضافه 3x به اضافه y. هیچی دیگه. اینا هم که میایم با هم جمع تفریق میکنیم. حالا چی رو با هم جمع تفریق؟ اینجوری میگیم مثلا اینجا x توان 2 داره، درست؟ x توان 2 دیگه نداریم، درسته؟ پس همون x توان 2 نگم. اینجا هم x توان 2 داره، اینجا هم x توان 2 داره، اینجا هم y توان 1 داره، اینجا هم y توان 1 داره. پس اینا رو باید با هم جمع تفریق کنیم. پس این با هم جمع تفریق کنیم. میگیم 4 تا به این مثلا بو گلابی، 4 تا گلابی دارید، 2 تا گلابی ازش کم میکنیم میشه 2 تا گلابی، میشه 2x 2y. بعد منهای y t، الان تو y داری که توان 1 داشته باشه، آره، اما این y باز ضریب t توان 1 هم داشته باشه، داره؟ نه. پس چی می‌نویسیم؟ منهای y t مثبت 3x، مثبت 3x چون x نداری که توان 1 داشته باشه، مثبت y هم نداری توان 1 داشته باشه، میشه این. حالا اینجا من چیکار کرده؟ بعد گفته 2x 2y منهای y t، هیچی دیگه، همین 4 منهای دور نمیشته و تمام. به همین راحتی. سوال دومش هم عین همون الف بشه، اینم خیلی راحته. میگه چی؟ میگه 3x به توان 3y منهای x به اضافه 1 به اضافه 7x y منهای 2x. اولا که وقتی بین دو تا پرانتز علامت جمع باشه هیچ تأثیری نداره، اصلا پرانتز حذف کن. ولی اگه علامت جمع نبود و علامت منفی بود یا علامت منها بود، باید این منها رو تو تک تک پرانتز دوم ضرب کنید، تو تک تک عبارت پرانتز دوم. یعنی اگه حالا بعد سوال بعدی میبینیم. پس فعلا اگه علامت بینشون به علاوه بود، تو کاری نداری، پرانتزها رو حذف می‌کنیم، با هم جمع تفریق می‌کنیم. اینا هم می‌کنیم. میگیم 3x به توان 3y به اضافه 7x به توان 3y به اضافه منهای x به اضافه در منفی 2x به اضافه 1 که در نهایت هم جواب میشه 10x به توان 3y منهای 3x اضافه 1. بعد این سوال ب که خودش حل کرده اومده اینجا براتون نوشته، به نظرم خیلی بد نوشته، چون هر کی نگاه کنه گیج میشه که چیکار کرده. اومده این آره اومده اینجوری که نگاه کنیم، اومده گفته 3x به توان 3y. خب بعد این ورش اون داشتیم 7x به توان 3y. خب اومده اینا رو گذاشته توی پرانتز، چون گفته که وقتی به علاوه باشه بینشون پرانتز که هیچ اثری نداره. خب پس ما این دو تا میذاریم توی پرانتز، بعد میشه 3x به توان 3y به اضافه 7x به توان 3y. بعد گفتیم که یه منفی x هم اینجا داریم، یه به اضافه 1 هم داریم که به علاوه یکیش حالا آخر گذاشته، اصلا اینم بهش اهمیت نه. گفته یه منفی x ما اینجا داشتیم، یه منفی 2x هم ما اینجا داریم، درسته؟ گفته به منفی x مثبت در منفی منفی 2x رو بذاریم. خب این مثبتش رو گذاشته برای اینکه شما بفهمین که چون علامت بینش به علاوه است ما حسابش نمی‌کنیم، ولی در اصل باید این به علاوه رو تو تک تک این پرانتز ضرب کنیم. برای این مثبت اینجوری نمیشه که یعنی ضرب در منفی 2x کن. این اومده بهتون بگه که در بعدش بخواد تفریق یاد بده اینجا اشتباه نکن. پس این شده انگار مثبت هم یادش بذارید، میشه منفی 2x، میشه منفی x منفی 2x، بعدم بیرون پرانتز مثبت 1 گذاشت. خیلی پرانتز بازی کرده، میتونیم خیلی راحت تر بنویسیم اینجوری. میتونید 3x به توان 3y، دقیقا عینا همون چیزی که خود سوال نوشته اینجوری بنویسید 3x به توان، اگه بد خط نشه 3x به توان 3y منهای x منهای x به اضافه 1 دیوارش منهای x به اضافه 1 منهای x به اضافه 1 به اضافه 7x به توان 3y. میگیم به اضافه 7x به توان 3 در y منهای 2x. خب ما اومدیم دقیقاً همون چیزی که
خودش نوشته بود و اینجا وارد کردم، چون گفتم بینش مثبت بود هیچ چیز مهم نیست دیگه، هیچ علامتی اینجا هیچ چیز مهم نیست، فقط وقتی که بینشون مثبت بود، بینشون جمع بود، تو اصلا پرانتزا رو بردار، همه رو پشت هم بنویس. 3x به توان 3y منهای x به اضافه 1 به اضافه 7x به توان 3y منهای 2x. خب بعد از اینکه این کار کردیم میایم تو مرحله دو، میگیم حالا اولی از اول شروع میکنیم از سمت چپ، میگیم مجهول اولش x به توان 3. x به توان 3 ببین توی بقیه عبارت میبینیم x به توان 1. این خب نه، این هم که اصلا x به توان 0 هیچ، این x به توان 3. حالا که x به توان 3 داره ضریبش نگاه کن، y به توان 1. خب این ضریبی داره به نام y به توان 1، پس این دو تا با هم مساویان. خب پس این دو تا رو قرار از هم جمع و تفریق کنیم. بعدش بیا نگاه کن ببین دیگه چه ایکسی داری که مثلا توانش 1 باشه، دومی x به توان 1 دیگه، درسته؟ بیا بگرد تو جمله که x به توان 1 باشه، این x به توان 0 هیچ، اینم که هیچی، منفی 2x به توان 1 دیگه. خب این x به توان 1 اینم x به توان 1، پس این دو تا رو با هم ما زیرش دو تا خط میکشیم، اون یکی هم میمونه دیگه. بعد مساوی اینجوری می‌نویسیم الان 3 تا x به توان 3y داریم مثبت 7 تا x به توان 3y میکنیم. پس ما 3 تا x به توان 3y داشتیم به اضافه 7 تا x به توان 3y میکنیم. خب 3 تا حالا هر چی داریم به اضافه 7 تاش کنیم میشه چند تا؟ میشه 10. یک منفی x داریم، یه منفی 2x هم داریم، میشه منفی 3x، چون جفتش منفیه با هم جمع میشه ولی علامت منفی. یه مثبت 1 هم میمونه، تمام. این میشه جواب ما، همون چیزی که این نوشته. ولی این به نظر این راه بین خیلی راحت تر، کمتر گیج میشه، احتمال خطاتون پایین میره. خب الف، بیایم اینجا تو گفته تفریق عبارت، همون چیزی که گفتم اینجا بینش علامتش بین علامتشون به علاوه بود، اینجا بین علامت دیگه منفی گذاشته. بازم فقط تنها فرقش اینه که تو باید بدونی که بذارین زومش کنم اینجوری راحت‌تر. خب تو باید بدونی که این پرانتز اول که هیچ فرق نمیکنه، این پرانتز اول دوباره عین همیشه ما بالا می‌نویسیمش، عیناً خودشو می‌نویسیم x y منهای 3 t z. خب حالا از اینجا به بعد باید یه کاری انجام بدیم، میگیم منفی دیگه، درسته؟ منفی رو میایم توی عبارت اول ضرب می‌کنیم. منفی علامت دومی چیه؟ مثبت. وقتی علامت نشه مثبت، منفی در مثبت میشه منفی، میشه منفی 5 x y. منفی در دومی عبارت هم ضرب میشه، منفیش در مثبت ضرب میشه، میشه منفی، دومی هم میشه منفی 7 t z. این از این تنها فرقش همین بود دیگه، تو باید این منفیه رو توی عبارت دوم تک تک ضرب کنی که علامتش معکوس میشه انگار. اینم اگه علامتش منفی بود میشه مثبت. حالا بعدا میگم. حالا ما رسیدیم تا اینجا، اینو دقیقاً باید این سوال قبل حلش کنیم. بگیم چی؟ این x به توان 1، این y به توان 1. خب برای این قرمز بریم الان ببین x به توان 1 توی جمله پیدا می‌کنی یا نه؟ این که t داره، z داره، x نداره، این x داره، این y به توان 1 داره، اینم y به توان 1 داره، پس این دو تا باید با هم جمع و تفریق شن. حالا ببین دوم، این t به توان 1 داره، اینم t به توان 1 داره، این z به توان 1 داره، اینم همونو داره، چون با هم مساویان پس این دو تا هم باید از هم جمع و تفریق بشن. خب یه دونه x به توان y منهای 5 تا x به توان y میشه منهای 4 تا x y منفی 3 تا tz منفی 7 تا tz میشه منفی، چون جفتشون منفی با هم جمع میشن علامتشون هم منفیه، میشه منفی 7 تا tz. بذار ببینیم این روش کتابتون چجوری بوده. گفته x y منهای 3 tz.
آره همین. نه روش کتابتون نریم بهتره، اینجا گیج میشیم. همین روشی که گفتم برین خیلی راحت تر. اینو تو این ضرب میکنی، این اولی پرانتز اولی مینویسی، عیناً پرانتز دومی و منفیاشو توی ضرب میکنی مینویسی، بعد با هم همونجوری که بهتون یاد دادم جمع و تفریق میکنین و تموم. بیا دومیش عمل کنیم. یک رنگ بهتر مثلا سبز. خب میگیم پرانتز اولیه چیکار کنیم؟ پس روششون چی بود؟ چون میگیم بینش منفیه. خب پس پرانتز اولیه می‌نویسیم یک به توان 2 منهای 4 z استوب میکنیم. منفی بود، منفی در عبارت اول ضرب میشه، عبارت اول مثبت علامتش وقتی نیست یعنی مثبت. منفی در مثبت میشه منفی خود عبارت x، منفی x. حالا اینو میایم تو دومی ضرب میکنیم، منفی در مثبت میشه منفی y به توان 2. میایم تو عبارت سوم ضرب میکنیم، منفی در مثبت میشه منفی 7. تمام میشه منفی 7. خب حالا قیمت میکنیم باز y به توان 2 داریم، تو جمله y به توان 2 داریم، این z نه، این x نه، اینم y به توان 2. خب این دو تا باید با هم جمع تفریق کنیم. یه دونه z به توان 1 داریم، تو جمله دیگه نداریم. یه دونه x به توان 1 داریم که تو جمله نداریم، اینم x به توان 3 نداریم. پس همین دو تا رو فارغ حساب کنیم. میگیم y به توان 2 منهای y به توان 2 میشه چی؟ میشه 0. این دو تا با هم کلا ختم می‌کنیم. میمونه منفی 4 تا z منفی x منفی 7. این شد جواب. منفی 4 تا z منفی x منفی 7. حالا از روش این استفاده نکنین، اینو نگاه کنین قاطی میکنین. همین روشی گفتم اون چند بار کار کنین یاد میگیرین چی. میریم بعدی ببینیم دیگه چیه. مثال گفته یک جمله های 4x y t2 و 2x به توان 3y z و x y z را در هم ضرب کنیم. خب اینم خیلی سوال راحت و قشنگیه. x y z اون چند جمله رو ما به ترتیب می‌نویسیم. x y z 2x به توان 3y z و 4x y t2. اینا رو تو هم دیگه ضرب می‌کنیم دیگه که اینجاش خیلی بد توضیح داده، اگه جاش بنویسم خوب میشه. میایم چیکار می‌کنیم؟ میگیم اول عددش، عدد پشتش یکه، این 2 این 4. میگیم 1 ضرب در 2 ضرب در 4، 1 2 تا 1 2 تا میشه 2 تا 2 4 تا میشه 8 تا 8 تا میشه. میایم دومی x دیگه x میاد تو این x عبارت دوم ضرب میشه. حتما x عبارت دوم اول نیست، ممکنه بیاره جای y جاشو عوض کنه. خب x در x دومی ضرب میشه x به توان 4. x به توان 4 میاد در x سومی ضرب میشه x به توان 5. اینم x به توان 5. باز رنگش عوض کنیم. y میاد در y پرانتز دوم ضرب میشه. y به توان 1 ضرب در y به توان 1 میشه y به توان 2. y به توان 2 ضرب در y به توان 1 میشه y به توان 3. میایم آخری z در پرانتز دوم ضرب میشه z به توان 2. z به توان 2 در پرانتز سوم ضرب میشه. چون پرانتز سوم z نداره، پرانتز سوم چون z نداره، ما همون z به توان 2 دیگه می‌نویسیم، میشه انگار ضرب در 1 میشه z به توان 2. t2 هم داریم، در پرانتز آخر یه دونه t2 موند، یادتون نشه. t2 رو هم می‌نویسیم، میشه 8x5 y3 z2 t2. تمام. دیگه نیاز نیست از این روش طولانی این کتاب استفاده کنیم، خیلی خوب است. اگه همین کاری که گفتم چند بار تکرار کنین اوکی میشه. میگه این دوتا رو توی یکدیگر ضرب کرده حاصل رو به دست بیار. این باید فقط یاد داشته باشید که یک دوم میخوایم منهای یک دوم کنید یا جمع بر یک دوم، هر کاری که کنید یاد داشته باشید که اشتباه نکنید. همین خیلی سوال سختی نیست. بذار اینجوری بهتون این یک دومه. خب اول که گفتم دیگه
اول برای ضرب عبارات جبری میایم از ضریباشون استفاده میکنیم. یعنی ضریبش 1/3، این 1/3 ضریبش این 4، 1/3 ضرب 4 میشه 4/3. این هیچ، این 4/3. خب به اینا نیاز نداریم. بیایم بعدیش. x به توان 1/2. اینجا داریم x به توان منفی 1/2. x به توان 1/2 در x به توان منفی 1/2 ضرب میشه بذارین زوم کنم بنویسم که قشنگ بفهمین. میشه x به توان 1/2 در x به توان منفی 1/2. وقتی پایه ها مساوی بود توان با هم جمع میشد. 1/2 منهای 1/2 میشه 0. x به توان 0، هر عددی به توان 0 میشه 1. چون شد 1 هم که دیگه نمی‌نویسیمش، برای اینجا این ننوشتم. اینجا یه ضریب 1 هم داره ننوشتم که نهاد بنویسم. این از این y به توان 4 در y به توان منفی 3. خب چون پایه هاشون با هم مساویه توانا با هم جمع میشن. چون ضرب هم هستن با هم جمع میشن. y به توان 4 منهای y ضرب در y به توان منفی 3 میشه y. اینم y به توان 1.